بهترین نوع دانه کنجد برای اردهگیری چه نوع دانه‌ایه؟ دانه کنجد یا همون لار شیراز بهترین نوع دانه برای اردهگیریه. اما به چه دلیل این نوع دانه بهترین نوع دانه است؟ یک، شرایط آب و هوایی که برای رشد و پرورش این دانه وجود داره. دو، نوع دانه که همینجور مشاهده میکنید از نوع دانه های کنجد کمی درشتره. و سومین دلیل نوع طعم این دانه کاملا شیرینه. به اصطلاح عامیانه به این دانه میگن دانه با طعم عسل. این دانه گرم‌تره برای افرادی که مزاج بدنشون سرد کم‌خونی دارن، به خصوص برای کودکان که در حال رشد هستن بهترین نوع ارده است. فقط یکی از مهمترین ویژگی این دانه اینه که این دانه رو فقط میتونید توی فصل زمستون یاد کنید.